که گل شد یارش، گل در اندیشه که جون عشوه کند در کارش. دل باغ وای دل داغ وای دل داغ وای دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. مرسی، ممنون و متشکر، سپاسگزارم. نام خدا مفتح درب‌های بسته است، بر قفل سینه ها کلیدی خجسته است. خانم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه ضایع کردید بنده رو با این جواب سلامتون. خیلی باحال بود خداییش. اول نور میشه بدین سالن من ببینم کی داره سلام ببین. آره، حقیقی‌وندی هستم. برنامه تقلید صدا یعنی چی؟ یعنی صدا از خواننده ها، از هنرپیشه های روز گذشته و از شما که چند نفر از شما داوطلب بشم بیان روی صحنه، من یه بیت شعر بگم، شما تکرار کنید، من صدای شما رو تقلید کنم. کرکر خنده تازه اونجاست که چه شود. قبل از شروع برنامه یه نکته خدمتتون عرض میکنم و اونم اینه که در بعضی از استیج های نمایشی و سالن ها به عینه دیدم که آقا یا خانومی حین اجرای کار بنده هیجانی شده، خندش گرفته، به حد انفجار و فوران رسیده، اما خودشو کنترل میکنه. چرا؟ که در طول سال به بهانه های واهی الکی هی قصه میخوریم، کممونه که اینجور فرصت ها رو از دست بدیم. ده نکنی کارو با خوده که بزرگترین روانپزشکای دنیا در آخرین تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدند که فرو دادن هیجان و خنده بسا سرطان زاتر از فرو دادن بغض و گریه است. لذا خواهش میکنم اگه هیجانی به شما دست میده و اگه خندتون میگیره بروز بدید، اصلا خودتو تخلیه کن، نه اون تخلیه چیکار میکنی و پشت. آره بابا جان، از لحاظ روحی عرض میکنم. ایام الله هدیه فجر رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم به نوبه خودم و میریم سراغ برنامه. و هرچی شما در حین کار دستا رو با شورتر و با حالتر بزنید، ما از این مجبور میشیم که پیازداغش رو بیشتر کنیم، برنامه قشنگتری ارائه بدیم. حالا دیگه خود داری. سال 80-81 آهنگی از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد که انعکاسی جهانی داشت، به طوری که پسر چارلی چاپلین، کمدین برجسته قرن، تقدیرنامه‌ای فرستاد برای آهنگی که محمد اصفهانی خون با عنوان نون و دلقک. بشنوید آهنگ رو. ریور اصلا